سوال دوم این استاد که نماز عصر در یکم رکعت در اومدیم که الک امام در رکوع دریافت میکنیم، خلاصه که 3 رکعت میخونیم، رکوع اول دریافت میکنیم و 3 رکعت دیگه بعد سلام خفته خواندن نکنه، یا رکعت یا که یک رکعت ادا میشن. شما رکوع رکعت یک دریافت کردید؟ بله. تمام 4 رکعت نمازتان بتون شد. چون که من ادرک الامام، کدام آدمی که امام رکوع کند، امام دریافت کند و حال آن که او در رکوع هست، حالی سمی الله لمن حمیده نگفته است، فقط ادرک الصلاه، در حقیقت او نماز پر را دریافت کرده است. 4 رکعت تمام حاجت خواندن. اگر یکم رکعت رکوع شونده دریافت کنه، اگر سمی الله لمن حمیده سینش اگر گفتگی باشد، تمام یکم رکعت از دست رفت. اقتدا میکنید 3 رکعت همراه امام میخوانید و بعد 3 حرکت خوانده میدید. همین رکوع در یک بار سبحان ربی العظیم گفتن در یک بار دریافت کنی اجرا میشد همه؟ نه سبحان ربی العظیم انده نه بگذار سبحان ربی العظیم دریافت نکردید، الله اکبر گفتید، این یکمش تکبیری تحریمه، دومش الله اکبر گفته رکوع کردید، یعنی ری گفتید و حالی شما سبحان ربی العظیم نگفته، امام سمیع الله لمن حمیده گفت، شما رکوع دریافت کردید، ولی 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم میگوید و ربنا لک الحمد گفته امام دریافت میکنید. یعنی حالی شما ری گفته شوید و بعد سین گوید، شما نماز دریافت